خب سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. اسلامی هم بریم سر وقت بیت کوین روی این چارتی که قبلا با هم دیگه دیده بودیم. خب آرسای اول نگاه کنیم تو تایم فریم 3 ساعته 4 ساعته همچنان قویه، ولی خب اینجاها داریم گرد میشیم دیگه. ولی خب لزوما نمیتونه این پارامتری باشه که بخوایم باهاش قیمت رو چک بکنیم. یه پترنی داره میسازه تو این تایم فریم، یه تقریبا الگوی وجتوری داره اینجاها میسازه که این میتونه حالا یه بار دیگه بیاد اینجا رو بزنه، یه بار دیگه بیاد بالا و بعد آروم آروم بشکنتش بریزه پایین. حالا لزوما ریختن اینم باعث نمیشه که قیمت خیلی شارپ بخواد برگرده بیاد پایین. این حالا نکته‌ای که الان داریم میبینیم روی چارت. پس میتونیم اینجاها یکم کم کم تا طی 2-3 روز آینده یا هفته آتی که امشب کندل هفتگی بسته میشه این اتفاق بیفته. حالا بریم رو چارت. من این فیبا رو پاک بکنم که یکم چارت خلوت سر ببینیم. خب ببینید یه باکسی داریم ما اینجا. این خطچینای وسط باکس ما فیت خورده شد اینجا. بهتون گفتم 125 700 125 200 300 جاییه که میتونیم برای قیمت پیش بینی بکنیم. حالا اپتیموم این حرکت میتونه 127800 باشه، یعنی اینکه قیمت میتونه تا 127 حتی 131 132 هم بیاد بالا، ولی باکس من لبش 131 136 اینا میتونه این حرکت ادامه دار باشه. چه شکلی؟ یعنی اینکه باز دوباره یه اصلاح ریزی، چون اصلاح های بیت کلن الان شده 236 و 382 نهایتا دیگه، خیلی بخواد بریزه. نکته که الان باید بدونیم تا وقتی که بالای ارزم به خدمت شما 121 و 500 هستیم توی تایم ارزم به خدمت شما 3 ساعته، میتونیم امیدوار باشیم که همچنان میتونه بازار سعودی باشه. یه اصلا میتونیم داشته باشیم دوباره بیایم سمت محدوده 127 128. حالا اینجاها بتونیم یه پترن دبل تاپی تریپل تاپی چیزی بسازیم، برگردیم بیایم سمت حالا نقدینگی 119,000 تایی که این ناحیه وجود داره. یعنی اینجا میتونه باز دوباره قیمت رو حمایت بکنه بیاد به سمت عدد بالاتر. یه چارت من دیروز براتون الیوتی گذاشته بودم، بذارید پیداش کنم. این آشش. ببینید موج 1 2 حالا 3 که حالا میتونه شکل بگیره، این 3 میتونه تا محدوده 130 131 132 هم بره. موج 4 که حالا قرار اصلاح ما بکنیم نباید بیاد تو محدوده موج 1. حالا قاعده و قانون خاصی نداره ها، ولی اینکه نباید قاعدتاً طبق اصول موج شماری نباید بیاد تو محدوده موج 1. یعنی نهایتا اصلاح ما باید داشته باشیم تا محدوده 120 119 که این منطقی تره. چرا دارم میگم منطقی تره؟ چون بخاطر اینکه اگر یه فیبو من بندازم از اینجا تا اینجا که الان هست قیمت، معمولا نیم نمیتونه اصلاح، یعنی موج 4 میتونه تا نیم اصلاح داشته باشه، معمولا بین 382 تا نیم. اگر از اینجا بخوایم بیایم 382 بخوایم بریزیم که اصلا موج حساب نمیشیم، بعد نیم بریزیم که میایم تو محدوده موج 1. پس این میتونه حرکت ادامه دار باشه که بخواد محدوده نیممون بیاد حالا تو محدوده 119 120 که داریم تو این یه تیکه، و موج 4مون اینجا بخواد چک بگیره و در ادامه موج 5 که حالا میتونه یا موج 5 ابتر باشه، حالا مثلا بیاد تو محدوده موج 3 یا حالا یکم بالاتر، یا که بعداً راجبش صحبت میکنیم این موج 5 و موج 4 و اینکه حالا موج 3 تا کجا میتونه ادامه دار باشه. فعلا روند سعودیه، ولی خب میتونیم انتظار چرخش توی این یه تیکه داشته باشیم واسه این موج 4. یعنی یه اصلاحی میتونیم داشته باشیم روی پایین و بعد ادامه موج 5. اینم یه دیدگاهی که میشه داشت. دامیننس تتر هم یه نگاه بهش بندازیم. یه محدوده 786 تا محدوده 88 داره این باکسه، محدوده تقریبا 415 416 418 تا محدوده 46، حالا یکم پایین تر 45. پایین این محدوده اگر بخواد حرکت بکنه، یعنی کندلی رو ببندیم پایین این محدوده، میتونیم امیدوار باشیم که ارزم به خدمت شما بازار میتونه به صعود خودش ادامه بده. ولی یه ددکراس اینجا داریم چک میدیم که به نظر من میتونیم اینجوری رالی بکنیم روش تا محدوده 4 و 40 4 و حتی 45، بعد برگردیم دوباره به سمت عددهای پایین تر، هم حتی 3 و 70 3 و 74 که
خیلی وقت مقاومت، یعنی یه همچین چیزی میتونیم ببینیم رو به بالا سمت حالا این دت کراسه بخوایم رالی بکنیم، حالا یا از اینجا یا از لبه این باکس 4 و 14. نهایتا اکستندش فکر میکنم دیگه محدوده 409 410 باشه توی این یه تیکه. پس میتونیم ببینیم که حالا بخواد از اینجا یا یکم پایین تر نهایتا تا محدوده 405 بخواد برگرده که 405 تقریبا میشه همون 129 130 بیت کوین، یا محدوده 127000 تا 128000 تایی که لبش میشه تقریبا. اینجا یه موج میتونیم برگردیم رو به بالا و بعدش ادامه مسیر نزولی خودمون رو ببینیم. بیت دامیننس هم یه نگاه بهش بندازیم. ببینید الان گپ سی ام ای هم داریم تشکیل میدیم، یعنی 123 و 500 سی ام ای بسته شده و اگر که قیمت بالاتر بسته بشه امشب واسه فردا گپ داریم و یه گپ پایین تقریبا روی محدوده 123 و 500 میتونیم بندازیم. BTC دامیننس هم یه نگاه بهش بندازیم، بدی نیستش پیداش کنم ایناشش. خب طبق این پترنی که داشتیم این یه تیکه داره بریک میشه محدوده 59، میتونیم تا محدوده 60 نیم بیایم بالا که تو آلت کوین ها میتونه یه اصلاح به همراه داشته باشه این حرکته. اگر که بیت کوین هم بخواد از اینجا کم کم بخواد برگرده پایین، اگر که نه بیت کوین حرکت نرم سعودی داشته باشه، بیت دامیننس هم میتونه بره بالا، آلت ها هم میتونن یکم رشد بکنن، نه اونقدر یکم، یا اینکه درجا بزنن. ولی خب از محدوده 60 نیم یا 61 و نیم یا نهایتا دیگه پول بک به ارزم به خدمت شما این خط روندی که از دست دادیمش توی تایم فریم روزانه اگر بخوایم ببینینش اینجا، یعنی یه پول بک میتونیم نهایتا تا محدوده 62 بزنیم که بعید میدونم، یعنی اگر بیاد دیگه اومده دیگه، تا 62 نهایتا میتونه بره و بعد اصلاح داشته باشیم سمت محدوده 50 تا 48. اینجا به نظرم جاییه که قاعدتا باید دیده بشه. حالا ببینیم که این اتفاق میفته، این پیش بینی درست از آب در میاد یا نه. چیز دیگه نمیمونه بخوام روی چارت بهتون توضیح بدم. آها سقف این ترندر هم داریم بهش نزدیک میشیم دیگه، محدوده 127 تا 400 اینا. حالا یا از اینجا یا این که حالا اینجا میتونه هانت بشه بعدم بریزیم پایین بعد بخوایم برگردیم رو به سمت بالا، ولی اینم باز به عنوان یه مقاومت داریم که میتونه عمل بکنه 127 تا 400 500 تا 120 تقریبا 6 و 900. یه مقاومت هم اینجاها داریم، یعنی مقاومت که نه، سطوح فیبوناچیه دیگه اینجا داریم. نکته دیگه نمونه، مراقب خودتون باشین، دمتون گرم، روز خوبی داشته باشین.